رفتن به مکتب برایش مهمتر است تا دوشیدن شیر گاو. اما پدرش نمیگذارد از در حویلیشان به سوی مکتب بیرون شود. فردینای 18 ساله در این مکتب درس می‌خواند. فقط 2 کیلومتر از خانه‌اش فاصله دارد. 3 سال پیش صنف 8 بود که از مکتب رفتن منع شد. احساس آمیخته از ناامیدی و ناراحتی دارد. که دخترها اینا به اجازه میدن پدر اینا که برم به مکتب برم، میگم سعی کنی پدر که از من نمیگذارم. احساس میکنم که پدرم خیلی به حقم ستم کردم و نمیگذارم که من مکتب برم. فردینا بزرگترین فرزند خانواده 7 نفر است. خانواده سنتی و فقیر در قریه نوین اولیای ولسوالی انجیل هرات. این دختر هوشمند آرزو داشت معلم شود تا نشستن در گوشه خانه و انجام کارهای اینچنینی. مادر فردینا بر سر آموزش او هم نظر همسر خود نیست. دیگه نمایی که دختر بره. همه هرچی گفتن گپی نیه، غمی نداره. همین دخترها هم میرن باشه بره. گفتک نی نمایی که بره. بهترین غذا برای کودک شیر مادر است. این دختر شیفته آموزش پس از فارغ شدن از کارهای خانه به یاد کتاب و قلم می افتد. نتوانست پدر خود را تشویق کند تا از تصمیمش بگذرد. دختر دیگه دوست ندارن که برم مکتب. گلو نامو شده مکتب شدم. شاید دلیل دیگر این مخالفت وکیل احمد فقر اقتصادی باشد. او کارگر روزمزد است و به پول که دخترش از درک فروش شیر به دست می آورد نیاز دارد. این نهاد تا هنوز پدران همچون وکیل را برای حمایت از رفتن دختران جوانشان به مکتب تشویق نتوانسته. جمله مشکلات فقر دخترها کلان بشن مکاتب معمولا معلم نسوان در اونجا کم بود هست و اینا باعث میشه که فامیل ها یک مقدار نگران باشن. راه ها دور هست، ناامنی راه ها هست، مزاحمت ها هست. تمام شهر ولسوالی ها و هم تمام شوراهای مکاتب مکلف ساخته شدن که دروازه تمام خانه هایی که به محدوده مکتبشان است در بزنن. احمدی می افزاید که شمار شاگردان دختر در سراسر هرات 400,000 تن است. به گفته او سالانه 15,000 دختر از رفتن به مکتب در این ولایت محروم می شوند. شاید بسیاری از این دختران محروم از آموزش همچون فردینا افسوس می خورند. خواستم معلم شم اما نشد. دیگه که 3 سال مدت 3 سال میشه نرفتم مکتب. اگه میرفتم امسال صنف 11 بودم. حالی که امروز برفتم مکتب رفتم میتونم از صنف خواستم میکنم صنف 11 حال ما برم پس به صنف 7 بشینم. این خیلی احساس ناراحتی کردم امروز.